این هفته خبر تو خبر داره براتون از پشم و شیشه آخوندی که یه هفته تمام به بازخوانی خاطرات جنگ ضد مردمی پرداخت تا بسیجی‌های نم کشیده رو یه جورایی داغ کنه. این وسط استراتژیست نظام دکتر بزبزقندی هم از طرح جنگ جهانی 4 پرده برداری کرد. امام همون اول گفت ما انقلابمان را صادر میکنیم. اینا این صحبت‌های امام یادتون نیست؟ شوخی فکر میکنین ظرف 7 ماه 4 تا رژیم عربی سقوط میکنه؟ آماده باید بشیم برای یک نبرد جهانی. بچهای اطلاعات عملیات و تخریب و اینا خلاصه باید آماده باشن، به جایی که قبلا میگن آقا برو محور کجا و محور کجا و محور، برن دیگه محورها از این به بعد تو کل جهانه. باید آماده بشن برن آمریکای لاتین بجنگن، برن شرق آسیا بجنگن، برن به قلب اروپا. راستی این که میخواد همه بسیجی‌ها رو بفرسته اینور و اونور عالم، خودش میخواد چیکار کنه؟ باید آماده عملیات‌های جهانی باشیم. ما که دیگه پیر شدیم، نسل بعدی باید طوری تربیت بشن، آماده باشن که از این به بعد تو 3-4 دهه آینده باید آماده باشیم. خب تا اینجا معلوم شد که کرک و پر نسل قبلی ریخته و اونا از خونه بیرون بیان نیستن. حالا سوال همه بسیجی‌ها اینه که پس توی این اوضاع قاراشمیش نظام وقتی تعقیب توقی خورد کی قراره بیاد بیرون؟ حالا اگر بخواید مقایسه داشته باشید، اگر تهدیدی در حال حاضر کشور ما رو تهدید بکنه، حالا بخواد خدا نکنه تعرضی انجام بشه، حال حاضر توان دفاعی ما، روحیه مقاومت بچه‌مون چجوریه؟ روزی که جنگ شروع شد واقعا دستان ما خالی بود. واقعا اون چیزی که داشتیم ایمان بود، انگیزه بود، عشق به ولایت بود و یه امام و رهبری بود که اونطور عاشقانه تموم شد وقتمون. آره؟ بله، وقتی به امروز رسید دیگه وقت تموم شد. تازه اون موقع که امام داشتن هم چون تو جبهه ته کشیدن، آخرش امامشون جام زهر رو سر کشید. الان که دیگه وضع روشنه، بالای نظام یه ولی فقیه شاسی در رفته، پایین نظام هم بسیجی‌های وارفته. مزدورایی که جز با ساندیس و وعده حقوق و نهار موندنی نیستن. حقوق میگیری؟ آبربانک میگیری؟ نهار چی خوردی؟ خوب بود؟ مشکل نداری؟ الان حقوق میگیری؟ والا شروع شده. من یه اولش 10 روز اینجا هستم. دفترچه خدمات درمانی دارید که؟ خب حالا ببینیم یکی از اونایی که با این وعده ها توی یه تفنگ بازی شرکت کرده چقدر آماده است. یه ذره میخوایم ما بریم عقب‌تر، امنیت بیشتر. نه کجا امنیت بیشتره؟ کجا میخوایم ما رو ببریم؟ نه واسه ببین رزمندگان چجوری جنگیدن. آقا باشه خیلی اینجا که فشنگای مشقی و انفجارات هست. اگر روز عملیات بودی می‌خواستی چیکار کنی؟ آقا میزنه بابا. نه ترس بیا، چیزی نیست. آقا میخوایم تفنگو شما داشته باشین جناب سرهنگ. چیزی نیستش که. نه ترس بلند شد. بله، این یکی از اون بسیجی‌هاییه که قرار بود در 4 گوشه جهان بره تو کار صادرات انقلاب. خوبه که این رو آورده بودن تا با این نمایش به بسیجی‌ها روحیه بده. حالا حسابشو بکنید اونایی که پای تلویزیون اینو دیدن دیگه چه وضعی دارن. کنار بمونم. خب میخوایم با سیار من بیام عقب‌تر که بتونیم. نمیشه جام سنگ، خیلی وحشتناک. بعد از یه هفته نشون دادن جنگولک بازی و کیو کیو بنگ بنگ توی تلویزیون نظام، ببینیم تو سرپا کردن بسیجی‌ها چقدر تأثیر داشته. تکون نخور. دستاتو بگی بالا. تکون نمیخوری. فهمیدی؟ تلویزیون یه سریالی نشون داد راجع به شهید فهمیده و بهنام محمدی بود. حالا من اسم کارگردانش هم نمیادم. خیلی امکانات خوبی به کارگردان داده بودن و بودجه خوبی هم داده بودن که این کارو بسازه. اول فیلم این کارگردانی که تو فیلم بود شعار میداد که چرا بچهای ما جکی جان و آرنولد و زورو و اینا رو میشناسن، شهدا رو نمیشناسن. خب بعد چنان بلایی سر فهمیده و بهنام محمدی تو این کار اومد که تلویزیون از خجالتش دیگه نشون نداد این کارو و چنان آسیبی به این دو کاراکتر زد که باید کلی کار بشه تا اون آسیب برطرف بشه.
ماشاءالله زورت هم بد نیست رضا. تا دیوونه شدی؟ این چه جور شوخی بود ها؟ ای بابا والا به خودت نگیر، خواستم قدرت واکنش تو اندازه گیری کنم بابا، ناراحت میشه. هفته گذشته هفته بازگشایی مدارس هم بود که مثل همیشه وزیر آموزش و پرورش احمدی نژاد برای بازارگرمی یه چرخی تو مدرسه ها زد و یه مش وعده های کشکی ریخ رو میز و رفت تا سال دیگه. البته اون وقت که ما میشستیم نه صندلی انقدر زیبا بودن نه کلاس ها انقدر زیبا بودن. حالا کلاس ها همه زیبا شدن. شما میدونید که امسال الحمدلله یک کار جدیدی که در این مدرسه و در خیلی از مدارس دیگر ما شروع میشه و انشالله با شروع سال هم کار شکل بگیره، بحث همون فناوری در کلاس هست یا هوشمند کردن کلاس. میخوایم دانش آموزان اهل خلاقیت، نوآوری و تفکر باشن، باید همه چیز رو به صورت ملموس ببینن و بیاموزن. این هم یکی از کلاس‌های زیبا زیر حاکمیت ولی فقیه که برای اینکه درس خیلی ملموس باشه کلاس رو بردن تو آغل گوسفند. فناوری‌های هوشمند هم توی کلاس بعبع میکنن. بله، تو مملکتی که دوست‌های جانی سر کار باشن کلاس درس بچه‌ها باید توی آغل برگزار بشه، نمایش جمعه توی دانشگاه برگزار میشه و محل رقص میشه توی متروی زیرزمینی. و کنسرت این هنرمند هم باید پشت فرمون تاکسی برگزار بشه. دل من در تپ و تابی با لحظه هم همی پرد حسرت و خوابی با ذره ذره دل من آب میشه تو سینه آرزوی دیدن مثل سراب وای میاب شوری به پاکان ما را نگاه کن در یادشم میاد ناسن آقا گله شبت کجایی چرا دیگه نیایی بیا عمر من خزانه بهار دلم تمومه. یکی از جدیدترین بزبیاری‌های سیدعلی داستان اختلاس 3 میلیارد دلاریه که آش جنگ و جدال باندی رو حسابی شور کرده. اول که داستان تازه رو شد هر کی برای رفع اتهام از خودش مدعی شد که پیدا کردن مجرم کار اون بوده. مسئولین باید از بانک صادرات ایران به خاطر کشف این سوء استفاده و همچنین دستگیری عناصر این باند تشکر بکنه. کشف این موضوع کار مشترک سیستم بانکی، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات در درون دولت بودیم. ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم. من خودم به رئیس کل بانک مرکزی گفتم اخباری به دفتر ریاست جمهوری رسیده است که یک جریان سوئی داره جلو می رود. اما بعد که گند قضیه بالا گرفت و پس لرزه هاش کل نظام رو تکون داد، لاریجانی به تبعیت از امامش به سیاست لاپوشانی و همه خفه رو آورد. من واقعا این رو به عنوان اخطار عرض میکنم. اگر بنا باشه این مسئله ادامه پیدا کنه و جمع نکنن این روش را، الان این 3000 میلیاردی که در رسانه اومده کدومشون این رو تحقیق کردن، به انجام رسوندن، محکوم کردن، گفتن 3000 میلیارد اختلاسه؟ ما که همچین چیزی رو تحقیق نکردیم، همچین حکمی هم نکردیم. اگر از بنده به عنوان مسئول دستگاه قضایی بپرسید 3000 میلیارد اختلاس است، من میگم نمیدونم. تو نمیدونی؟ میلیارد به جیب لاریجانیا ریخته و ریش و سیبیل رو چرب کرده، بعد میخواد واسه ملت بز برقصونه. اما خبر نداره روزش که برسه ملت اینا رو چنان مثل سگ برقصونن که هرچی خوردن از جیبشون بریزه. در انتهای سوال مطرح میکنیم:
آیا میشه بدون بالا رفتن از نردبون یه میخ رو به سقف کوبید؟ کسایی که فکر میکنن امکان نداره لطفاً این فیلم رو ببینن، احتمالاً نظرشون عوض میشه. Cool. Wahnsinn! So, dann will ich mal den Nagel auf den Kopf treffen. Da bin ich gespannt. Wahnsinn, ey, Wahnsinn, ich halt's halt aus. Ich pack's nicht. Wahnsinn! Super! Hammerhart. Und? Hammerhart, also ehrlich. Finale der Hammerwerfer. Wie lange hast du das geübt, sag mal? Und, war gut?